زنی که لیش باشه، از زنی که سطر نداشته باشه، او چقدر شما فرزند میگیرید. ما شما همون دهقان هستیم، برای کردشگاه گیری زمین چند با پروبل بکنی، یعنی که من تخمی خوب بگیرم. تو فکر نمیکنی که تو از کدام خاندان زن بگیری که تو فرزندی زیبا داشته باشید. از خانه مسلمان زن میگیری، برای تو خداوند چی میتید؟ فرزند مسلمان میتید. بنابراین میلیاز خداوند چی میگه در سوره مومنون؟ نجات یافتن از آتش دوزخ کسانی که در حالت نماز خواندن گریان میشوند، آبی دیده میکنن. امروز وای بر حال کسی که سرش در سجده الهی نزده است، یک بار خالقش پرستش نکرده است، با میگی برادر تو نماز میخونی؟ نه، گپ در دل باشه. گپ یهود قسم به نام خدا گپ یهود است، این گپ کفار است. گوسپند ای پای خودش کشون، بز ای پای خودش کشون. نه، اگر این همی داماد یک از گناه بکنه، این همیجا خوشا به حال بابی عبدالرحمن، اگر این همیجا عرقتی باشه، زن و من رقص بکنن، همه داماد جواب میتیم در پیشگاه خدا. چرا؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسلمان کسی است که برادر جواب میگه، مسلمان کسی است که برادرش نصیحت میکنه، میگه برادر تو میموری، جوان هستی، تو پیر هستی، میموری، بیا نماز بخون. به نماز نگر. نماز دکومنتی ما در قبر، نماز دکومنتی ما در روز محشر، نماز دکومنتی ما در در جنت در آمدن، نماز دکومنتی ما جمال الله را نظر کردن. کسی نماز نمیخونه دکومنت نداره، خداوند قبولش نمیکنه، جنت درش نمیتین. امروز اگر تو یگان کارخانه بروی، تو میپرسن که دکومنت داری؟ خواندی؟ میگه بله، بیا قبولت میکنم. نداری؟ قبولت نمیکنه، تو دکومنت نداری. اگر تو هم که نماز نخواندی، تو را قبول نمیکنن، نه در قبر قبولت میکنن، نه در محشر قبولت میکنن، نه در دهر جنت قبول میکنن، نه تو جمال الله را میبینی. تو خازن باشی، خامرد باشی، نماز بخوان. فرق میان مسلمان و کافر، نماز خوب از بی نماز قدش برانتر است. هر روز خوب یک بار تسبیح میگفت است، میگفت است که الحمدلله الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی من تارک صلات. خداوندا من تو را شکرانه میکنم. گلی که بوی ندارد با وی چمن حیف است، دلی که عشق ندارد با وی بدن حیف است، سری که سجده ندارد با وی کفن حیف است. قسم به نام الله مرد بی نماز سه قبض سان حیف میکند، صدقی سه همون قبضی سان شود، 20 متر 22 متر کفن حیف میکند. او بدبخت همون لباسای بی نمازش گول کنید، صدقی کفن شوی. صدقی همون خیل مردمی که تابوت ایوه بیزار است، تابوتی که مردی بی نماز زنی بی نماز بر میکنن، تابوت فریاد میزنه خداوندا من بیزار هستم از این مرد بی نماز، ملائکه نمیان نزدش. امروز مردی تاجیک زنی تاجیک نماز نمیخونه، مادرامون موی سرش قیچی ای مرد فر نداره، با میگه مرا جنازه کنید. صدقی جنازه شوی تو، در زندگیش ازار نداره بیچاره مادرمون، سرش نیچ با مردک با مولای احمق او رو گوره میکنه. روسیا تو مولای احمق، تو بی ناموز، تو مسخره کردی قرآن. خداوند میگه چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آیات الله هزوا. ای بندگان من قرآن مسخره نکنید. زنی که در حیاتش با سطر است او را گهواره بکن، زنی که لیچ است چرا تو گهواره میکنی او را؟ چرا در بالاش تو با او را چی میپتی؟ او را بر همه خیلیش او را بگرم و صدقی بالایی همون تابوتی که مثلا میپه صدقی همون شود، در زندگیش همه جاش میتوفت و مردش او را محکم بکن. نه، بالای کسی را زن محکم کن که در زندگیش خش سطر کرد.